سلام دوستای عزیزم، امروز میخوام چند تا دلمه متفاوت رو ولی فقط با یه نوع مواد بهتون یاد بدم، پس با من همراه باشین. اول کار 2 تا پیاز متوسط و چند تا حب سیر رو خورد کرده و با همدیگه سرخشون میکنیم. با یه لیوان آب 300 گرم گوشت چرخ کرده رو آبپز میکنیم. 2 قاشق غذاخوری رب و ادویه ها که 1 قاشق چایخوری نمک، فلفل و زردچوبه 8 رو به همراه کمی زعفران دم کرده به گوشت اضافه می کنیم. حالا میایم گوشتی رو که آماده کردیم به همراه 1 لیوان لپه پخته شده روی پیازهایی که در حال سرخ شدن هستن میریزیم. حالا نیاز داریم به 4 کفگیر برنج نیم پز شده که به موادمون اضافه کنیم. کمی زعفران دم شده، 1 قاشق چایخوری زردچوبه، 2 تا گوجه رنده شده به همراه 2 تیکه کره محلی رو به مواد اضافه کرده و با همدیگه به خوبی مخلوط می‌کنیم. و در آخر هم 2 قاشق چایخوری نمک میریزیم و همون جوری که میبینین مواد داخلی دلمه ها آماده میشه. حالا میریم سراغ این سبزیجات تازه و خوش رنگ. وسط فلفل دلمه‌ای بادمجون و گوجه رو طبق ویدیو خالی میکنیم. یادتون نره قسمت داخلی بادمجون ها رو دور نریزین چون برای سس دلمه ها لازمشون داریم. حالا میایم داخل فلفل دلمه‌ای بادمجون و گوجه رو نمک میزنیم و اون موادی رو که آماده کرده بودیم داخلشون میریزیم. به این نکته هم توجه کنین که وقتی دارین دلمه ها رو پر میکنین حتما مواد رو با قاشق سفت کنین تا جایی خالی نمونه. برای درست کردن سس دلمه ها اول کار یه پیاز متوسط رو به صورت خلالی خورد کرده و سرخ میکنیم. 2 قاشق غذاخوری رب، قسمت داخلی بادمجون ها، کمی آب، 1 دونه عصاره مرغ و 1 قاشق چایخوری زردچوبه رو به مواد اضافه میکنیم و هم میزنیم. دلمه ها رو داخل تابه‌ای که سس رو آماده کردیم میچینیم و درش رو میذاریم تا بپزه. ممنون میشم افتخار این رو به ما بدین که دکمه سابسکرایب رو بزنین و عضوی از کانال آشپزی آسان و لذیذ باشین. همچنین زنگوله رو فعال کنین تا از آپلود ویدیوهای جدید ما با خبر بشین. مرسی. امیدوارم که این دلمه های خوشمزه رو بپزین و از طعمش لذت ببرین. نوش جان.